این موضوع خیلی واقعیه. عرضم به حضورتون که ما اومدیم بریم ملاقات پگاه، بعد قرار شد که تو زمان ملاقات من پگاه ببرم که ازش سونوگرافی انجام بدن. با ویلچر من اینو سوارش کردم و همینجوری اومدیم تا دم آسانسور که اومدیم دیدیم جمعیت زیادی وایساده. بعد تا در آسانسور باز شد ما رفتیم تو، بعد حدود 10-15 نفر آدم با هیجان همه اومدن تو. بعد خلاصه در آسانسور بسته شد، زدیم شستیری که بیام طبقه پایین، آسانسور یه 30 سانت اومد خراب شد وایساد. یه دفعه دخترم عصبانی شد، گفتش که میمیرین با پیاده برید بدون آسانسور برید، این آسانسور مخصوص حمل بیماره، آخه واسه چی میاین تو این آسانسور؟ بعد همه رفتن عقب اینجوری دست به سینه وایسادن، اومدن آسانسور رو درست کردن و خلاصه همه سریع فرار کردن، یه نفرم تو آسانسور نموند. بعد ما راحت با آسانسور اومدیم پایین. آسانسور بیمار بعد مال بیمار است، شما باید با آسانسور همراه برید. مرسی.